سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو امشبمون. امیر هستم از کانال امیر تاروت. امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم سلامت باشید، انرژیاتون زیاد باشه. بریم برای ویدیو امروزمون. موضوعی که گذاشتم میخوام ببینیم شخصی که طرف احساسی که ازتون فاصله گرفته خودش تو چه حالی هست، چه حالی داره. نفس عمیق بگیرید، چند تا همسو بشین با هم دیگه، هم انرژی بشین با هم دیگه، انرژیاتون بیفته، انرژی طرف مقابلتون بیفته تو انرژی خانی. سکوت کنم. قشنگ اسم طرف مقابل رو تو ذهنتون داشته باشید، تمرکزتون از دست ندید. از فرشتگان و کائنات میخوام تو این انرژی خانی ما رو کمک کنم و راهنمایی کنم. نیت میکنم از طرف همه بچهای کانال، اونایی که لایک میکنن، اونایی که میبینن و سابسکرایب دارن، لطفا لایک کنید، حتما انرژیتون بیفته. سابسکرایب کنید. از من عرض کنم به حضورتون سابسکرایب کنید که پشتیبانی هم بشه از من، حمایت بشه از من. خب بریم برای کارت های تاروت بریزم اول. اوه چیزی که اوه کلمه حمایت یادم رفته چه لحظه باش. چه کارت خودش اومد. باشه بیا تو هم بیا. اوه چه کارت هایی، چه انرژی سنگینی. ببینیم های دادم کارت من چی افتاد. این کارت خیانت. ببینید رو هم دیگه چیا افتادن. بذاری از این دست کارت من بکشم کمکمون کنم انرژی کنیم. اسرار جدید. خب دوربین رو درست کنم. خب دوستان گلم، ببینید چه پریشون حالی افتاده. کارت ها رو حالا دونه دونه بهتون میگم. اول انرژی، وسط ها شکم اوضاع زیاد سر و سامونی نداره. خب عرض کنم به حضورتون طرف مقابلتون الان که یکم فاصله گرفته کنار واسطه، از دور داره نگاه میکنه، از کنار داره اون جریانات خاطراتشو داره نگاه میکنه، همه چی داره نگاه میکنه، فکر میکنه. خودش هم متعجبه که چی شد، چرا همه چی یک دفعه خراب شده.
انگار یهویی همه چی پاچیده شده، یه دفعه مثل یه بمب، مثل یه انفجار همه چی پاچیده شده و این براش خیلی تعجب داره. الان که داره از بیرون از فاصله داره نگاه میکنه اون وقایع و داره فکر میکنه که چی شد و چرا به این روز افتادیم، کسی که اونقدر عشق و علاقه داشتیم به این هم دیگه و چطور شد انقدر خراب شد. میتونه برای بعضیاتون خانواده دخالت داشته، دوستیانی هستن اونا دخالت داشتن، دور اطرافیانتون که باعث شک و شبهه شده بینتون، یعنی اونقدر شما شک و شبهه و حرف و حدیث بینتون پیش اومده که باعث شده یکم به هم دیگه شک پیدا کنید، گیر دادید به هم دیگه، جر و بحث داشتید، خانواده دخالت کرده و اینا همه جمع شدن و یه دفعه مثل یه بمب منفجر شده و همه چی پاچیده شده، از بین رفته. برای طرف مقابل به این فکر میکنه. خب اگه بخوایم احوالش رو بخوایم بگیم، خیلی خیلی حال بدی داره، خیلی حال بدی براش میبینم و این که اگه فکر کنید خودش مثلا خوبه، نه اصلا اینطور نیست. ببینید اینجا کارت 10 شمشیر کنار شما افتاده که پشت کردید بهش، پشتشتون بهشه، به زمین دوخته شده یه جورایی و میخوب شده. اصلا داره میگه که زمانی که پشتتو کردی به من و دور شدیم از هم دیگه، این اتفاقا برام افتاده. از وقتی که شما رفتی و پشت کردی به هم دیگه، در حد تجربه مرگ براش بوده این دوری. میگم خیلی براش سخت بوده. ببینید کارت پایان، کارت اصلا 10 شمشیر افتاده. زمانی که شما رفتید ببینید میگه به این روز افتادم، این دوری این کارو کرده باهاش. میگم در حد تجربه مرگ براش بوده این دوری. بله، حالا دونه دونه جلو بریم. خب یکی شک و شبهایی که به هم پیدا کردید و به وفاداری همدیگه شک کردید، عرض کنم به حضور چیزایی که خودش داره دور نگاه میکنه، دلایلی که باعث شده این جدایی پیش بیاد براتون. به دوستان هم به اطرافیان هم گیر دارید. میگم یه مشکل اونقدر حرف و حدیث و اینا واسهتون آوردن، یکم درگیری لفظی و به هم دیگه تهمت زدن و این چیزا واسهتون پیش اومده. از طرفی هم خانواده طرف مقابل خیلی دخالت کرده و رابطتون به هم خورده. حتی رابطه بعضیتون در آستانه ازدواج بوده و یهویی میگم قرار مدار ازدواج گذاشت و یهویی همه چی از بین رفته و پاچیده شده و این خیلی خیلی ناراحتش میکنه. دنبال یه راه حلی میکرده که این مشکل رو حل کنه. خیلی براش سخته. حالا بریم جلوتر بهتون میگم. بله، برای بعضیاتون طرف مقابلتون در حال پول جمع کردن، کار کردن برای اینکه مستقل بشه، چون وابستگی مالی داشته، به خاطر مثلا از طرف خانواده و اندازه کاری و مالی وابسته بوده و خانواده روی تصمیماتش خیلی عرض کنم تأثیر گذاشته، رو رابطتون خیلی تأثیر گذاشته. اصلا تصمیم گیری ها دست اون بوده، توی رابطتون خرابکاری باعث شده پیش بیاد و اینا و خودش داره نگاه میکنه واسه همین تصمیم گرفته لحاظ کاری و مالی مستقل بشه و جمع کردن، سیو کردن مال به اون داره، به این فکر رو میکنه، به این کار رو آورده که فکر میکنه بهترین کاری که تا بتونه مستقل بشه، از خانواده خودش دور بشه. انگاری خیلی تأثیر گذاشته توی رابطتون. برای بعضیاتون طرف مقابلتون انرژی عصبانیت افتاده، عصبانی میبینن انشالله، هم با خانوادهش، با اطرافیانش، با عصبانیت و تندی صحبت میکنه. حالا سری نداره این شخص، خیلی بعد از فاصله گرفتن از شما خیلی روزگار بدی داره. دوست داره یه جورایی عرض کنم به حضورتون با شما صحبت کنه،
حرف بزنه و از تغییرات بزرگی که میخواد توی زندگیش ایجاد کنه با شما صحبت کنه، تغییراتی که میخواد ایجاد کنه با شما حرف بزنه. بله. مسئله بعدی اینه که اگه طرف مقابلتون متأهله، احساس میکنید شما تأهل اونو زیر نظر گرفتید، احساس میکنید شما همه چی رو به شدت زیر نظر گرفتید، زندگیشو و رابطهشو با همسرش، و خیلی ناراحت هستید شما و بهش پشت کردید و برای همین میخواد تغییر ایجاد کنه، تغییر خیلی بزرگی که شما رو بتونه شما رو داشته باشه اگه متأهله. حالا بر بعضیاتون هم حالا شما متأهلید، میگم این تغییر افتاده، حالا از چند لحاظ چند وجه بخوایم نگاش کنیم. شما متأهلید، طرف مقابل نمیتونه اینو تحمل کنه و شما رو فعلا ترجیحاً میذاره کنار، چون خیلی سختشه شما رو با یه فرد دیگه ببینه، این رابطه شما رو ببینه براش خیلی سخت و ترجیحش اینه که فعلا دور باشه از شما و این دور بودن براش هم خیلی سخته و یه جورایی با این دور بودن میخواد بهتون پیام بده که یه جورایی بتونید خودتون تکلیف خودتون مشخص کنید، بعد تکلیفتون مشخص کنید که بدونید چیکار کنید. ولی خب اونم توی این وسط خیلی حس حسادت داره و فعلا سکوت میکنه. بله، یکی از دلایلی هم که میگم اون پول جمع کردن اینا هستش، میخواد علاوه وضعیت مالی خودش رو یه جور سر سامون برسونه که شما هم تکلیفتون رو مشخص کردی بتونه قدم برداره یا شما بتونید بهش تکیه کنید و روش حساب باز کنید. انرژی که اینجا افتاده خیلی متأهلی افتاده، یا حالا از طرف شماست یا از طرف مقابل. طرف مقابلتون حالا متأهل باشه یا شما، خیلی افتاده، چند جا اینجا افتاده، مجبورم تکرار کنم. بله، اگه طرف مقابل شما متأهله، خیلی دلش میخواسته که با شما زندگی کنه، اینجا شما رو توی یه چارچوب داره نشون میده. بعد زندگیش با اون فرد، با همسرش زندگی چندان خوشایندی براش نیست، جر و بحث و دعوا و بی‌اعتمادی شدیدی بینشونه، رابطه چندان خوبی با هم دیگه ندارن، خیلی خیلی نسبت به هم بی‌اعتمادی افتاده اینجا تو اون رابطهشون، تو اون زندگیش. و انگار شما هم میدونستید که زندگی طرف مقابلتون با همسرش اینجوریه، در جریان این حرفا هستید، میگم انگار از دور حواستون هست. بله، میگم طرف مقابلتون خیلی دلش میخواد با شما توی چارچوب زندگی کنه و از اینکه نمیشه خیلی ناراحت و به شدت احساس تنهایی میکنه بدون شما. و اگه نه، مجرد طرف مقابلتون خیلی دلش میخواد با شما زندگی کنه. ببینید کارت لک لک ها تو مرکز انرژی خونی داره مثلا خانواده شدن با شما رو داره نشون میده، حالا چه متأهل بوده چه شما چیز باشید، در هر صورت انرژی طرف مقابلتونه که چه شما مثلا تو هر شرایطی از خودتون بهتر میدونید دوست داره با شما چارچوب، منظور خانواده شدنه، با شما تو یه خانواده باشه، تشکیل خانواده بده، دوست داره چه حالا شما همتون مجرد یا مجرد باشید، چه طرفتون یا شما متأهل باشید، در هر ورژنی که هستید طرف مقابلتون که انرژیش افتاده دوست داره با شما خانواده بشه، تشکیل خانواده بده. حالا به دلیل خیلی چیزا که اینجا افتاده مثلا نشده، از هم دیگه شاید دور شده باشید اینا، ولی انرژیش این بوده، خواستش این بوده و الان به شدت خیلی ناراحته که اینطور نشده. و یه عامل اصلی که اینجا میگه نمیشه، نشده، یه زنه، یه مادر طرف مقابل یا خواهرش، کسی که بزرگتری میکنه، اون نمیذاره با شما ازدواج کنه، با ازدواج شما، با رابطه با شما مشکل داره و نمیخواد که شما زیر یه سقف زندگی کنید.
انرژی زنانه افتاده که اون نمیذاره شما تشکیل خانواده بدید، با اینکه خواسته یه طرف مقابلتون تشکیل خانواده است. بله، برای بعضیاتون هم مانع کسی نیست، یا حالا انرژی طرف مقابلتون، فکر طرف مقابلتون اینه که میگه مانع شما، خواست شما بوده، شما نخواستید که خودتون رو یه جورایی مانع دونسته، یا حالا خواسته هاتون رو مانع دونسته. حالا خواسته هاتون میگم چیز جوری بوده، یا قهر کردن هاتون، توقعاتون یه جورایی مانع رو از طرف شما میدونه، از طرف خواسته های شما میدونه. بله، و یه جورایی بله میگم شما میدونه و میگه که ای کاش موافق باشی و مثلا میبودی با هم یا میتونستین زیر یه سقف زندگی کنی، ولی این کاری شما نمیخوای. بله، یا حتی میتونه اینطوری بگیم، بله اینجوری هم میشه گفت که یه جورایی طرف مقابلتون تقصیرا رو داره میندازه گردن شما. بله، یه جورایی داره تقصیرها رو میندازه گردن شما که مقصر شما بودید، حالا با توقعاتون، با خواسته هاتون. شاید از لحاظ اون خواسته های موجهی نباشه، ولی شاید خیلی چیز عادی باشه، ولی اینجا داره پیش خودش فکر میکنه که مثلا آره خواسته هاتون نابجا بوده، فلان بوده، مقصر شما بودید. داره اینجوری پیش خودش میگم انرژی اون افتاده، یه جورایی داره اینجا تقصیرها رو میندازه گردن شما که مقصر شمایید، مقصر این جدایی که پیش اومده شما بودید. میگم این حرف رو داره فکر میکنه. بعد میگه که ما داشتیم خانواده میشدیم و چیزی نمونده بود که بریم زیر یک سقف، و اونی که باعث شده و همه چی خراب شده شما هستید. یه جورایی متوقع این بیشتر میخوره بیشتریتون که طرف مقابلتون الان داره همچین فکری میکنه، یه جایی مادر و خانواده افتاده مشکلات، ولی اینجا داره این قوی تره که داره تقصیرها رو پیش خودش تازه میندازه گردن شما که داشتیم مثلا میرفتیم زیر یه سقف، تمام بود همه چی، اگه شما مثلا کمتر بهونه می آوردید، کمتر خواسته داشتید فلان بسار، یا با خانواده من راه می اومدید. ناکن وفاداری کنار خانواده افتاده، میگه مثلا با خانواده من شما اگه راه می اومدی، مثلا حرف مادرم، حرف خانوادم رو گوش میکردی، خواسته های خانوادم تن میدادید، این اتفاقات نمی افتاد. بله، یه جورایی پیش خودش شما رو مقصر میدونه اینجا، متاسفانه. هستن یه سری متوقع اینجوری، یعنی یه جوری خودشون رو مقصر نمیدونن متاسفانه. بله، برای بعضیاتون هم که ممکنه شما متأهل باشید و طرف مقابلتون اینطور میگه که پیش خودش که میخوام با تو زندگی کنم، ولی اول گفتم باید تکلیف خودتون رو مشخص کنید و به این شکل شما رو مقصر میدونه. اونجا گفتم شما مثلا احتمال داره منتظر تکلیفتون مشخصه، شما رو از این لحاظ مقصر میدونه. بله، اونم که یه جا هم گفتم یه مادر یا خواهری هستش اینجا که اونم خیلی قوی هستش، واسه بعضیاتون افتاده، باعث این جدایی شده. بله، و اینو بدونید حالا چه جدا شده باشید، فاصله گرفته باشید، چه تو رابطه باشید، طرف مقابلتون خیلی اینجا چیزی که انرژیش افتاده خیلی داره شما رو چک میکنه، نگاه میکنه از دور، حواسش به شما هستش، زیر نظر میگیرتتون. حالا میتونه تو فضای مجازی باشه، کی آنلاین میشید کی آفلاین میشید، هی چک میکنه. میتونه فعالیتتون رو میگم تو مجازی باشه، یا حالا اگه نزدیک هم هستید میتونه محل کارتون رو بلد باشه،
تو راه محل کارتون، یه جورایی تو سر کارتون شما رو از دوردست یا از دوستاتون بپرسه، از اطرافیان مثلا با خبر بشه از شما، بله زیر نظرتون میگیره. چرا؟ چون که یه جورایی به خاطر اینه که طرف مقابلتون نگران اینه که شما کلا بذاریدش کنار، یا اونایی که تو رابطه هستید مثلا میترسی که با کسی دیگه در رابطه باشید، بله، و توی رابطه جدیدی برید و از این موضوع خیلی خیلی میترسه. واسه همین حواسش هست که ببینه تو چه حال و احساسی هستید. حالا ممکنه واسه بعضیاتون هم بگید خودش به من خیانت کرده. چیزی که هستش میگم اینجا خیلی چیزا به خودش برمیگرده، همونطور که اونجا تقصیرها رو به شما میندازه، گردن شما میندازه، یه جورایی مشکلاتی خودش داره. چرا چک میکنه واسه بعضیاتون به خودتون هم میگید آقا اون خیانت کرده فلان کرده، حرفش همینه، چون میترسه خودش این کارو کرده، با کس دیگه ای رفته خیانت کرده و شما فهمیدید، الان میترسه که چی؟ همون بلا هم سر خودش بیاد. از خیانت دیدن میترسه، به غلط کردن افتاده باعث جدایی شده، ولی حالا میترسه که نکنه تلافی بشید، نکنه کلا جدا بشید، نکنه با کسی دیگه ای برید تو رابطه. اینه مسئله، اینه میگم خدا خیلی آخه تجسس میاد، نگاه کردن میاد، انرژیش میفته، خیانت کرده و الان تغییر رو نگاه کنید اینجا میترسه که خیانت ببینه، میترسه که همون بلا سرش بیاد. بله میگه کافر همه رو به کیش خیش بندارد، اینجاست. در هر حال از خیانت دیدن خیلی میترسه، برای همین شما رو زیر نظر داره. الان که فاصله گرفتید میاد ببینید چی کار میکنید چی کار نمی کنید. بله ببینید این فرد ممکن است شما فاصله گرفته باشه و رابطه کات شده باشه، ولی کنارش کارت تنهایی افتاده، تجسس فلان. ببینید کارت تنهایی افتاده، حالا حس و حال همین الانشه، این روزاشه، ببینید تنها نشسته، احساس تنهایی داره، پشیمونی داره و کسایی هستن که دوست دارن، ببینید رابطه هایی بهش پیشنهاد میشه ولی توجهی نداره، حس و حال تنهایی داره اینجا، ندید میگیره، هرچی رابطه اگه باشه پیشنهادی باشه ندید میگیره. بگذاریم بعضیاتون هم طرف مقابلتون نشسته ببینه شما میرید به سمتش نازشو بکشید، یه جورایی برای شروع دوباره منتظر اینه که شما برید سمتش، منتظر اینه که از سمت شما براش پیامی بیاد. و اونایی که طرف مقابلتون متأهله قدم جلو نمیذاره میترسه یه جورایی، نه از اینکه مثلا همسرش متوجه بشه، از اینکه بله از سمت همسرش نمیترسه، از این میترسه که به خاطر متأهل بودن انشالله شاید نگفته بهتون اول یا هرچی، میترسه که شما بهش جواب رد بدید، واسه همین منتظر نشسته ببینه از سمت شما پیشنهاد میده یا نه. اینجوری براش راحت تره چون میترسه که جواب رد شما بدید. همسرش هم اینجا افتاده، چیزی که افتاده میگم اونا که متأهلن طرف احساسیشون خیلی قدرتمند افتاده اینجا، جای پاش سفته، مخصوصا اینکه یا بارداره یا بچه داره و محکم اینجا نشسته و حواسش به همه چی هست و اینو طرف مقابلتون هم میدونه، به خاطر همینه که منتظر شما برید سمتش. بعد
طرف مقابلتون، واسه بعضیا اینم بذارید بگم، طرف مقابلتون، حالا جوری دیگه بخوام بگم، یه نفر رو خیلی تو زندگیتون، تو زندگیش، دور و برش، خانوادهش خیلی معصوم فرض میکرده، خیلی آدم پاک معصوم فرض میکرده. شاید ازش مشورت میگرفته، به حرفش گوش میکرده، به تصمیماتش گوش میکرده، ولی خیانتکار بودنش براش آشکار شده و آشکار میشه. این فرد شما نیستیدا، یکی از دور و بریاشه. بعد این فرد، میگم، نقش آدم خیلی معصوم رو براش بازی میکرده، اعتماد طرف مقابلتون رو جلب کرده بوده. اما اینو بگم که خیلی زود خیانتکار بودن این آدم براش فاش میشه. دو به همزنیاش، پشت سرگوییاش براش فاش میشه. بله، برای طرف مقابلتون کامل آشکار میشه. حالا تو زندگیش چه کاره بوده، چه چیزی بوده، میگم تصمیم میگرفته براشون، مثلا با این مشورت میکردن. خیلی فکر میکنم آدم خوبی میدونسته، خیلی مشکلات ایجاد میکرده این شخص. بله، ولی خیانتکار بودنش آشکار میشه و پرده ها برداشته میشه. مسئله بعدی، عرض کنم به حضورتون، با یه نفر ارتباط کاری مالی داره. ممکنه با اون رابطه ارتباط هم داشته باشه و فعلا با شما ارتباطش رو قطع کرده باشه، ولی باز احساس تنهایی براش افتاده. از لحاظ عاطفی مخصوصا ممکنه مثلا عاطفی اینا نداشته، رابطه عاطفی ممکنه حالا به خاطر کار و پول و مال و این چیزا ارتباط داشته باشه با کسی، یا حالا متأهل طرف به خاطر بچه فعلا مجبوره که فعلا ادامه بدم، ولی ارتباط بینشون ارتباط خوبی نیست دیگه، چون کنارشون، میگم، کارت 5 شمشیر افتاده و به نظر نمیاد ارتباطشون ارتباط جالبی باشه. خیانت و این چیزا همش افتاده. خیلی احساس شکست و تنهایی داره کنار اون آدم، به خصوص اگه مجبور شده باشه به خاطر این فرد رابطه با شما رو تموم کرده باشه. خیلی احساس شکست خوردن داره. بله، ببین، بیشتر انرژی که اینجا غالبه، حالا خیلی سنگینه، بخوام اونجوری کامل بخوام بگم خیلی سنگینه، خیلی عرض کنم این فرد بعد از شما یه احساس شکست خوردن، زمین خوردن براش افتاده. همه چیز براش، میگم، از دست رفته انگار. کارت برج عرض کنم افتاده. کل انرژی سوالش الان، میگم، چیز خیلی داغون و خیلی خرابیه. کارت برج افتاده، 10 شمشیر افتاده، کارت مرگ افتاده، کارت 4 جام افتاده و داره میگه این آدم خیلی تنهاست، خیلی زیاد احساس شکست خوردن داره، از بین رفتن داره، اصلا انگار همه چیزشو از بین رفته بعد از شما. اگه میخوام اونا رو کامل بگم، اصلا خیلی تلخ میشه انرژی خانیش. ترجیح دادم زیاد رو اونا مانور ندم، نرم رو اون چیزا. کارت مرگ، کارت تنهایی، کارت 4 جام، کارت 10 شمشیر خیلی سنگینه. ببینید کارت های خیانت هایی که داره میبینه بهش میشه و داره میشه. کارت برج و شمایی که بهش پشت کردید، آرزوش این بوده که خانواده و خانه‌دار شدن، ولی همه چی رو از دست داده با تصمیمات اشتباه. میگم واسه بعضیاتون هنوز تو رابطه است، به خاطر پول و مال رفته، ولی فقط بهش خیانت ببین، زیر هم دیگه، پشت سر هم دیگه افتاده. چجوری بگم، خیلی بده، خیلی سنگینه بخوام بگم. بله، توقع هم نداشتی که اینطوری بشه و فکر میکرده که بدون شما میتونه ادامه بده، ولی بدون شما داره
رنج شدیدی رو تحمل میکنه. کارت مرگ رو نگاه کنید اینجا افتاده، کارت پایان، کارت سخت، کارتای سختی براش افتاده. میگم یه جورایی زمان قاصره، یه جورایی نمیشه همش بگی، خیلی سنگین، خیلی عجیبه. امیدوارم خدا همه رو به راه راست هدایت کنه، بتونیم درست تصمیم بگیریم. ممنون تا اینجا انرژی خانی تحمل کردید. لطفا لایک کنید، کامنت انگلیسی حتما این چند روزه یادتون نره حتما بذارید، لطفا حتما یه کلمه انگلیسی هم بذارید، خیلی خوب میشه واسم، ممنون میشم. تا انرژی خانی بعد، خدا نگهدار.